گرامی ما باز روز 14 مرد در این میدان رقابت دردای با استقلال را تماشا میکنیم. دوستان گرامی بیایید یک جا میشویم و استقلال چمپیون تاجیکستان رو حالا ببینید. این حالت های گل رو کارگردان های ما نشون میدن. شمشیف دقیقه ششم و این گل اولینه که او با دروازه رستم ریزایف روان کرد. بار دیگر این حالت رو میبینیم. در حقیقت حالتی بود که آناتولی ولاسیچف بعد این پرتوفت خود برای شمشیف حالتی موافق رو به وجود آورد. اگر همین گل رو سر نمیدادیم حالا باز وقت ایلوگی رو تماشا میکردیم. و این گلی که محمد جان حسن عضو دسته منتخب جوان کشورمون با دروازه دسته زد، عضو دسته منتخب تاجیکستان هم هست. بسیار در بازی گذشته هم محمد جان خوب بازی کرده بود. خب دوستان گرامی فکر میکنم که حساب 1-1 نتیجه بخش یعنی نتیجه عادلانه این بازی هست. ما برای این بازی خوبشون با هر دو دسته تشکر میگیم. فوتبال بازان دردای باشند، خرسند هستند و بار دیگر خرسندی شاید خرسندی آنها رو بینیم در بازی های گروهی. در همینجا باشد گزارش ما رو دوستان گرامی به انجام رسونیم. من علاءالدین بوریف با شما این بازی رو تماشا کردم. خیر، شاد و پیروز باشید تا گزارش های نوبتی در تلویزیونی ورزش.